یه بار دیگه مهدی زاده، فرصت برای ملوانی ها و گل. گل برای ملوان روی اشتباه خط دفاعی تیم مس کرمان. دروازه این تیم باز میشه. اینجا صحنه آهسته رو ببینید، توپی که به این شکل ارسال شد، به راحتی هر دو مدافع اجازه دادن که رحمانی بیاد و با یه ضربه سر کار رو تموم کنه. توپو در اختیار تیغ نورد قرار میده. حالا یه پرتاب بلند، ضربه سر روشنی پور و توپی که خوب جمع میکنه پاشنکو. پشت محوطه جریمه یه فرصت هست برای ملوانی ها. ضربه‌شو هم میزنه و این بار واکنش خوب رودباریان مانع از باز شدن دروازه مس میشه. ضربه‌ای که از پشت محوطه جریمه باز هم سهیل رحمانی بود که زد. زننده یه فرصت حالا برای ملوانی ها هست، تک و تنها میزنه و گل. برای دومین بار دروازه مسی ها رو باز میکنه. سید جلال رافقایی بود که بالاخره گل زد. بله اینجا باز هم این دو مدافع کاری از دستشون بر نیومد و دیگه کاری هم از دست رودباریان بر نمی اومد. ملوان 2 مس 0. باز هم از جناح چپ، این بار هم میلاد جهانی مجددا توپو میفرسته. فرصت و توپی که به دیرک دروازه برخورد میکنه. البته اونجا داور اعلام آفساید هم کرده بود. آمار رو شما ملاحظه میفرمایید و انشالله در آغاز نیمه دوم در خدمتون هستیم. ادینهو، خود ادینهو به زیبایی جا میگذاره، از همونجا ضربه‌شو هم میزنه و توپ که از بالای دروازه به بیرون میره. یه بار دیگه حسین خانی میاد تا یکی از اون پرتاب‌های بلند خودش رو داشته باشه. حالا این کار رو انجام میده. ضربه سر روشنی پور از دروازه بیرون میاد. فرصت برای ادینهو و شجاعی. یه پاس پشت پا برای سمیر بکریچ. توپو در اختیار داره، موفق هست بکریچ. حالا وارد محوطه جریمه میشه، ضربه‌شو هم میتونه بزنه بکریچ و گل. گل برای مس کرمان. 2 مدافع ملوان رو جا گذاشت، 2 تا هم اینجا، دروازه‌بانی هم که از دروازه بیرون اومد و یه ضربه سر از مدافعین. گودرزی پشت محوطه جریمه، یه برخورد هم شکل میگیره. ادینها و گل نمیشه. حالا باز هم دروازه باز نمیشه. عجب صحنه ای، ببینید عجب ضربه ای زد ادینهو. توپ به تیر دروازه، باز هم به تیر عمودی برگشت حسنزاده و رشادت پاشنکو و در نهایت مهدی زاده که نجات میده دروازه ملوان. دیگه معترض نیست مثل مصطفی شجاعی به خاطر تعویضش. یه فرصت اینجا هست برای مس که باز هم شد. این پاشنکو دروازه رو نجات میده. صحنه آهسته رو حتما باید ببینیم. یه لحظه چیزی نمونده بود که دروازه ملوان باز بشه. کرنر رو ارسال میکنن، باز همین پاشنکو هست که اینجا توپ اسماعیل بیگی رو، یا نه فرزاد محمدی بود، توپ فرزاد محمدی رو گرفت. صحنه آهسته رو ببینید، حسنزاده توپو ارسال میکنه با پای چپ و چیزی نمونده بود که دروازه باز بشه. این بار هم تیر دروازه به داده، همچنان میخواد که تکروی کنه اما دیگه اجازه کار رو بهش نمیدن. رحمانی دقاقله، فرصت برای دقاقله، میزنه و گل. گل سوم رو دقاقله میزنه. تعویض طلایی اسکوچیچ اینجا جواب میده و برای سومین بار دروازه مس کرمان باز میشه. ملوان 3 مس 1. روشنی پور جا موند، دقاقله بود و رودباریان و توپی که از کنار دست این دروازه‌بان وارد دروازه میشه. 90 دقیقه اینجا تمام هست و به نظر میاد که باید شکست رو در کارنامه مس ثبت کرد. حالا از جناح راست یه بار دیگه وارد محوطه جریمه هم میشن و اینجا ضربه‌ای که محکم میزنه و رودباریان